سخنرانی دموکراسی. 1. مردم همه گوسفندند و ما چوپان. حواستان باشد بزرگترین اشتباه در حکومت بها دادن به مردم یا ارزش قائل شدن برای مردم است. شما مطمئن باشید که اگر برای مردم ارزشی بیش از گوسفند قائل شوید نمیتوانید بر آنها حکومت کنید. 2. رفتار با مردم هم باید درست مثل رفتار با گوسفند باشد. طبیعی ترین و مسلم ترین حق مردم را باید با تحقیر و توهین به آنها داد وگرنه طلبکار میشوند. 3. طوری برنامه‌ریزی کنید که مردم از صبح تا شب بدوند و آخر شب هم نرسند. اگر وقت اضافه داشته باشند عصیان میکنند، بد اخلاقی میکنند. یک تشکیلاتی را تأسیس کنید که کارش چرخاندن مردم باشد یا چرخاندن لقمه دور سر مردم، کارش چیدن موانع مختلف پیش پای مردم باشد. 4. مردم را به دو دسته تقسیم کنید. به یک دسته حقوق و مواجب بدهید که مراقب آن دسته دیگر باشند. دسته اول به طمع مواجب یا از ترس قطع شدن مواجب مرید شما میشوند و دسته دوم از ترس دسته اول مطیع و منقاد شما. 5. مردم به دو دسته خیلی نامساوی تقسیم میشوند، عوام و خواص. نسبت این دو با هم نسبت 99:1 است. پس خواص را در شمار هیچ یک از اعضای بدن خود به حساب نیاورید، چرا که اولا جلب رضایت عوام بسیار آسان‌تر از خواص است. ثانیاً رضایت عوام را فله‌ای میشود جلب کرد. ثالثاً عقل عوام به چشمشان است و همه مهمتر در انتخابات و رأی‌گیری رأی خواص و عوام یک اندازه است. رأی آدم خاص که بیشتر یا بزرگتر از عوام نیست. خلاصه اینکه این عوامن که سرنوشت و تقدیر خواص را رقم میزنند. 6. هر کاری را که انجامش عاجزید با صدای بلند اعلام کنید که میتوانید هر چقدر کار بزرگتر باشد و شما در انجام آن ناتوانتر باید توانستنتان را قاطعتر و محکمتر و بلندتر اعلام کنید تا مردم به توانمندی این شما ایمان بیاورند. 7. برای هر نقص و کاستی و کمبودتان معجونی از دلیل و حکمت و فلسفه درست کنید و به مردم بخورانید. مردم استعداد غریبی دارند برای خرج شدن. 8. برای اینکه مردم کمتر در امور مملکت دخالت کنند و وقت شما را بگیرند سعی کنید که آنها را به خوابیدن بیشتر ترغیب کنید. 9. این اصل را هیچ وقت فراموش نکنید. بزرگترین دشمن ما علم و دانش است و تنها راه مبارزه با این دشمن تحقیر کردن آن است. تا می توانید از افراد بی‌سواد تجلیل کنید، آنها را در صدر بنشانید، مناصب مهم و بزرگ را به آنها بسپارید. 10. رمز بقای مدیریت انتخاب و انتصاب زیردستانی است که قدشان از شما کوتاه‌تر است. اگر زمانی مجبور شدید استفاده از فرد قد بلند، حتما یکی از این دو کار را با او انجام دهید. یک، آنقدر بر سرش بکوبید تا قد او هم به اندازه شما و بلکه کوتاه‌تر شود. 2. قبل از شروع همکاری وسیله تفاخر یا تکبر او را ببرید یا از بین ببرید. 11. مردم در صورتی به شما احترام می‌گذارند یا از شما فرمان می‌برند که محتاجتان باشند. حکومت اگر مردم را گرسنه و دست به دهن نگه ندارد یا پاچش را می‌گیرند یا تحویلش نمی‌گیرند. 12. این اصل بسیار مهم را هیچگاه فراموش نکنید که مردم شخصاً همه مردم دزد و دروغگو و پشت هم اندازند مگر آنکه خلافش ثابت شود. 13. این جمله را همیشه سرلوحی همه بوقها و شعارها و سخنرانی‌هایتان قرار دهید که وقت کم است و ما تا می‌توانیم باید خدمت کنیم و خودتان هر لحظه به خاطر داشته باشید که فقط 2 سال فرصت داریم تا بارمان را برای همه عمر ببندید. گزیده‌ای از کتاب دموکراسی یا دموکراسی نوشته مهدی شجاعی.